بچه من از قبل امروز یادم رفت ویدیو بگیرم، ببخشید. بعد زیرانداز ایزا دیگه من میشینم تا وحی بیاد. من مثل همیشه دیر میاد دیگه. اینجا شروع کردم به انداختن زیرانداز تا مهیا بیاد. دوستان یه جاسوس پیدا کردیم، زیرانداز رو میذاریم همونجا میمونه، شاید باورتون نشه ما به این حجم از چیزی معروفه. خدای سخته آوردن این زیرانداز به این بزرگی واقعا. دیگه جامو پهن کردم، نشستم منتظر مهیا، منتظر بودم بیاد بشورم بذارمش کنار، ولی نفس عمیق کشیدم. دوستان انرژیزای رژیمی زده که قند صفر، چربی صفر، نمک صفر. زینب چیز حقیه جلد. میخوام از ریاکشن مهیا فیلم بگیرم واسه نخونم. بهش گفتم کوتاه بزنه، نگاه کنین. حاجی واقعا قشنگه. رنگامونو داریم دوستان. ها 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 اگه این پول بخواستم بیش واسه میشه کجا کجا زمان یه لایه دیگه واسه من اضافه کردی. چیزای سالیام یه دیگه میارم. وسطه اصلا سه لایه داریم. اینه این کلمه این از زیر، اینم سبز از زیر دارم. نه سه لایه زیر اینم یکی دیگه هست. قلم ما داریم. ساده چیه؟ ساده که خیس شده. خوب کرده. من میخوام بکشم. برای خواهرم کشش رفتم. ادامه این. رنگ پلمپو آن باکس میکنیم. از شدت نوبودش از شدت نوبودش Here we go. حالوی نگاه ترکون بالا تو فقط نرفتیم. بیا سال بعد خدایی گیری میکنیم بریم باکر. من اصلا علاقه‌ای ندارم. انسا شد. انسا من اولاف. دوستان من کاملا مشکیم، چشم و ابروم حتی موهامو مشکیه، ولی یه شخصیت واسه هالووین پیشنهاد بدید. فکر نکنم شبیشه ولی خب امیدیت الان که دارم زیکو دوستان ناخونم زخ کنید بچه قربه ترکیش. بهترین قسمت ترک بودن اونجایی که خیلی ضرب مسئله شد، حرفاشون به دردت میخوره. مثلا من سر کلاس به استاد نمیساختم، برگشتمش گفتم سندیان اوسو. میدونی یعنی چی؟ نداریم رنگو دریابی. چیه رنگه؟ اوه تو قلمامون ریدن ها. بچه این خیلی چیز خوبیه ولی خیلی سخت باز میشه. هر وقت گریه کردم باد مروارید میساختم ازش بود. منم خدایی دارم داداش دوستان انرژیزا با پروپنارول بخورید، به ادامه زندگی بهتون کمک میکنه. دوستان اینی که دارید میبینید پاه دوستان اینو پیرزنا پاشو دراز میکنه. این کار منه دان کار مهیا جانه. چی باحال شد. چیزایی که سارنیا میکشه، چیزایی که من میکشم خشنگ اون موقع سرگیجه دارم چشمم کاست بخونی. این پشمکم ببینید نمیره. وسایل جمع شد، ناخونامو یک بار دیگه نشون میدم. برویم به خانه. خدافظ. سارنیا میگه که رفتی حوالت به چراغ اصلا خنده دار ریزم چرا گفتم میخنده. دیگه اینجا از مهیا جدا شدم. بچه یادتون نره سوالای توی ویدیو جواب بدید. خیلی دوستتون داریم. مرسی که نگاهمون کردید. خدافظ.